میگه ویره چه رقم خانیت میبری میخوری. میگه ببر به اولادای میتون. از هموطنان میخوایم که یک سیاست جوان دستش میگیره، نمانی نامید چه بچه که آیندهش خوب شد، دخترم آیندهش خوب شد. باید اینا مکتب بخوانه، درس بخوانه، نیک سیاست تخمه گرفته بره بفروشه. نماندمش دیگه، نماندمش. بعضی جایا میرم میگه دخترت نبیر، خودت اگه بیایی در صفاکاری دخترت نبیر باشه. او طفلک ها میان یک چای مای یک امینانی که خدا شاهد است، خدا یک تا که روزی فرض زدانم است که یک پا بوره در خانه ندارم، آرد ندارم، روغن ندارم. او خوشو بیچاره از کجا کنه به من بیاره کمک کنه، مرا بگوی بگیره بخور. او هم خود مستحق است، او هم خود دیدنیش زور است. بچه ها معتاد، مشکلات خانه زیاد. خیر از روزه میگیرم تراویح میکنم، از خاطر خدا مرا کاری کنی، ما با ما دست مرا می. مثلا دمی بلاکاک میرم پاکاری کردن، امی نانشان که میپاینی مثلا نمیفهم چرا او رقم میکنه مردم ما. نان میگیرن در پلاستیک گیری میکنن، در بوتل دانی در سرش میکنن. از ابو را میرم جمع میکنم، همونا را جمع میکنم میارم با اولادای. از یک پلاستیک فروشی هموطن از این دستی سیاست را بگیرین، از یک پلاستیک فروشی و چی شوه بر من. از یک پلاستیک میفهمی خدا شاید زمستان سرخ سوزانم اینجا سپری کردم. باور کنی بیزغال و بیگم دیگه. دو تا بچه‌های من صبحی وقت میخیزانمشان میرن پلاستیک فروشی میکنن. این دخترکم از بعض وقت خب فروشی میکرد، نماندمش. سیاست بود، هر کس هر چیز میگفت. باز همین دوران طالب آمد نماندمش. گفتم سیاست از بسیار درد و رنج زندگی را تیر کرده، بسیار زحمت‌های خراب تیر کرده. پدرشان معتاد است، 14 سال میشه معتاد است. پدرشان نمیسرای شمالی بود، باز جمع‌آوری طالب او را برد. دیگه بچه‌ها خورد است. یک زن جوان هستم، بی سرپرست، کسی ندارم دیگه. نمیتونی مشکلات زندگی مزو خیستم ایران رفتم دیگه. امرای امو شوهر معتادم، ایران رفتم. گفتم باش که کار کنم. طالبا آمد کار کنم، پاکاری کنم، صفاکاری کنم. امرای امو شوهر معتاد پس ردم مرش نمیخیستم. یک تا بیادرکم هم امرای بود. اگه در قصه شوهر نبودم دیگه میفتم برام هیچ خاطرات خوش ندارم از زندگی ازو. بازم امرای بیادرم دیگه ما را رد مرز کرد، پس خیستم آمدم. یعنی میال من شب و روز خو ندارم. این آزقه اولادار چی میکنی که من دلک افغانی قرضدار هستم، خدا شاهد است. قایسی قاچاقبری بیادر دادم، از طفلا را دادم، از خود دادم، از شوهر دادم. پس خیستم آمدم تو سرگردان بیچاره. خیر ببینه خدا خوشی من خیر بده. این می خانه یک که به زحمت، بسیار زحمت این می خانه را جور کرد، نان بایی کرد. مرا گفت زن جوان هستی، سرپرستگر نداری، بیا که من خودم بخشت یک اتاق میتم تا که یک کمک شو، یک جای بری کرا بودی، هر رقمی که کنی. حالا فعلا من نگاهت میکنم دیگه. می خودت زن جوان هستی، مشکل است این نان و چقدر مشکل است؟ مشکل زیاد است دیگه. صفاکاری خانه مردم کردن نمیتونم. اینا مرا میگن در رمضان ها بیا صفاکاری ما را کو دیگه. انرژی چیز ندارم که برم صفاکاری کنم. مثلا یک خانه را سرم پاک میکنن، دیگر را پاک میکنن، دیگر را پاک میکنن. شیمت قدره میره در خانه میایم، این چیز نیست که بخورم. همین موقع تا من نشان بتین خدا شاید از خوشیم داده، تو شکر کار خوشیم داده. گفته خیر است تا که خداوند سر تو راه روشنی پرته. در ماه مبارک رمضان دعا میکنم می بیادرها را، شما را، هر کسی که هستین دستی سیاست را بگیرین که مرد نداره. خیر دست ما بگیرین که مرد ندارم. همین قرضداری که یادم میاد دیگه نصف شب شیر خوا میخیدم. میگم چطور کنم خدایا این آزقه اولادای من برسانم. اولادای من باید درس بخونه، تحصیل کنه، نه که پلاستیک فروشی کنه، کوچه با کوچه بگرده. این بسیار به یک مادر ناتوان است. هر کس میگه چطور تمرای شوهر معتاد شدی؟ گفتم اولادای معتاد میشه، بعضیا میشینه بعضیا نمیشینه. مشکلات زندگی را زیاد تیر کردم امرای شوهر. و خبر شدم که این جمع‌آوری برده. گفتم چی کنم؟ یا 14 سالی پودر کشید، اشتکا درد رنج کشیدن، زحمت زیاد کشیدن. این سیاست حقش است که برای تخم بفروشه، حقش است که کوچه با کوچه، سرک به سرک برای تخم بفروشه. حتی یک روز خدا شاید از باسکیل زدش مادر اسمس میکنم، جایی که میرم، جایی که صفاکاری میبرمش، یگام تا خوش نداره. میگه خانم جان خودت که می دخترک تنبیر دالیس نداره، تشنا بشه. دفعه مورم نشان میدین برشان میبینن. اما وطن عزیز هیچ چیزی صحیح نیست. نه خداوند یکتا میگم جان و جور بتیتان. خدا به سر وقتتان برسه. از شما وطن عزیز
از این برادرهایم که زحمت کشیده دان روزه هستیم، خدا جان جور ایمان نصیبشان کنه. اما صدای خانم بشنوین، اولادایم باید درس بخوانه، تحصیل کنه که پدر خدا رو واری بوداد نبرای. میخوایم اولادایم بوداد باشه پدر خدا.